ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول بزرگ مکه و کلید دور کعبه من در راه دروزم بزرگان هر شب به کویش کردن نیک بیجا وردن و برکی نه برکی را کشتم و شکستم به خدایشان برکی نهادم و بخشیدم به خدایشان اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلیددار کعبه چه کاهشی آورده است اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه این خواهش من است یه فلاگوتنا سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند یانته اتدروج زتناگ ملوچن وسدو بینیان جنگ نکرده غنیمت ندارد ጦርነት ሳይደረግ በምርኮኝነት አይያዝም پس بگویید شتران مرا بازپس دهند با شتربان از چشمم افتادی بزرگ مکه کاهش تو از سردار فیلسوار نجات شترانت بود نه شفاعت شهر و خانه خدایت خدای مرا چه حاجت به شفاعت من የኔ ጌታ ከኔ ምን እርዳታ ይፈልጋል من فقط مالک شتران هستم የኔ ባለቤትነት በግመሎቼ ብቻ ላይ ነው شهر و خانه خود صاحبی دارند ከተማውና ቤቱ ባለቤት አለው ابرهه حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی ساختم درخشان چون خورشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش خرید از سپاه من دور شو این شتران نزد تو تا صبح امانت هست خدایا این خانه توست و ما همه عیال به ساکن حریم توییم اراده خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند